ملاها در مکتب میگن شراب خوردن گناست. میگن شراب خورا در راست قیامت جزا میبینن. میخوای بفهمی بابا درباره گناه چی فکر میکنه؟ بله. خواهی میگمت مگم اولی را بفهم و همیاله بفهم که از او احمقای ریشتکی تو چیزی یاد نمیگیری. ملاها را میگین؟ من بریش او شادی های خودپرست لعنت میکنم. هیچ کاری ازشان ساخته نیست غیر از تسبیح گشتاندن و حفظ کردن کتابی که به یک زبان دیگر نوشته شده و مفهومش هم نمیفهمم. تنها یک گناه وجود داره و او دوزیست. هر گناه دیگر یک نوعی از دوزیست. ایران میفهمی؟ نه بابا جان. وقتی تو یک کسی را میکشی یک زندگی را دوزی میکنی. از زنش حق شوهر داشتن را دوزی میکنی. از اولادایش حق پدر داشتن را دوزی میکنی. وقتی به کسی دروغ میگی حق راستی را ازش دوزی میکنی. هیچ عمل زشتر از دوزی وجود نداره. متوجه شدی؟ بله. آفرین. این بحثی گناه توش نترمسا.